اگه میخواین جوان بمونید و بیماری نداشته باشین، با دقت گوش کنید بهتون چی میگم. بعضی زنگ میزنن میگن کبد چرب دارم، غلظت خون دارم، فشار خون دارم، دیابت دارم، فلان دارم، بیسان دارم، چی بخورم؟ و من میگم عزیزم باید بگی چی نخورم. این همه مشکل داری باز میگی من چی بخورم؟ باید بگی چی نخورم. اگه میخواین مشکلاتت رفع بشه، حالا چون یه دوستی من دیدم جوان بود، 25 سالش بود، ولی میگه به اندازه پیرزن 70 ساله من درد و مرض دارم. بیاین بدنمون رو جوان نگه داریم. اگر نمیتونید انرژی خودتون رو در طول روز حفظ کنید، یعنی بی انرژی میشید، ویتامین B12 بخورید. ویتامین B12 یا قرصش یا آمپولش رو بزنید، فوق العاده بهتون انرژی میده. اگر گرفتگی عضلات دارید، یهو میبینید دستتون پاتون خشک میشه و گرفته میشه و نمیتونید و درد بدی هم داره، میتونید منیزیم مصرف کنید. همه اینا که میگم خارجیشو لطفا مصرف کنید، چون فوق العاده تاثیر داره، چون سیستم ایمنیتون هم تقویت میکنه. حالا اگه میخوای واقعا سیستم ایمنی تقویت بشه و بیمار نشی، ویتامین C، قرص ویتامین C مصرف کنید، کپسول ویتامین C. میتونید با غذاها هم اینا رو جبران کنید، ولی اگه میخواین که زودتر به مقصد برسید، اون قرصای خارجی ویتامین C. اما اگه دیابت دارید، ویتامین C رو من بهتون میگم هر شب یه دونه بخورید، ولی دیابت دارید یک شب در میان این کار رو بکنید، این قرص رو بخورید. اگر میخواید پوستی شفاف و هورمون‌های متعادل داشته باشید، زینک مصرف کنید. کپسول‌های زینک رو بگیرید و مصرف بکنید. اگه میخواین استخوان‌های قوی داشته باشین، کلسیم استفاده کنید. تمام اینا رو میتونید دستوراتش رو از همون داروخونه هم بپرسید وقتی میگیرید. البته خارجیش رو گفتم تهیه کنید. بیشتر مردم مبالغ زیادی صرف میکنن تا این مشکلات رو رفع بکنن. اما هر کسی که به من مراجعه میکنه و اینا رو میگه که نفخ و خستگی و درد شدید داره، این کارا رو که گفتم انجام دادم، بعد 3 هفته به من زنگ میزنن میگن دست در نکنه، واقعا عالی شد و تشکر میکنن، چون احساس میکنن آدم دیگه ای شدن. اصلا چون بودن دیگه استفاده کردن، میگه اصلا احساس کنم یه آدم دیگه ای شدم، نه درد دارم نه مشکلی دارم. بدن ما نیاز به ویتامین B12 داره، به کلسیم داره، به منیزیم داره، به سدیم، روی و همه اینا نیاز داره. متاسفانه در غذاهای ما، در تغذیه‌های ما این ویتامینا خیلی کمه و نمیذاره ما راحت زندگی کنیم. و این قرصایی که گفتم به راحتی به ما کمک میکنه که بهترین احساس رو تو زندگیمون داشته باشیم، با درد بیدار نشیم، با مشکل بیدار نشیم و آرامش داشته باشیم، چون این مواد تشکیل دهنده آسایش و آرامش ما هستن و سریعترین راه هستن که ما به سلامتیمون برسیم. اگر خواستین تهیه کنین، انشاءالله خارجیشو تهیه کنید و حتما تهیه کنید، چون من به خیلی ها توصیه کردم، استفاده کردن و از این مشکلات حالا بری شدن و دیگه مشکلاتی ندارن و دعامون کردن. انشالله شما هم استفاده کنید و ما رو دعا بکنید که تنتون سالم باشه دوستان، و این ویدیو رو بفرستین برای دوستاتون، انشالله استفاده بکنن و هیچ بیماری در عالم نباشه. اللهم اشفی کل مریض.